سلام برای بچه کانال یوتیوب. من اومدم کیاوش 2020 هستم. بزرگ شدم نه یه زندگیه دیگه، بزرگ میشه آدم، پیر میشه. در کار بودم. بخشید چه خبرها؟ آقا ما اومدیم یه ویدیو گفتیم بگیریم قرار چی کارا کنیم، یعنی دیگه اومدم تمام شد. دلیل نیومدنم توضیح میدم، یعنی اینو بهتون میگم، نترسید شما بترسید، اصلا کلا ترسی ندارم. منظورم که میگم چرا نبود، چه دلایلی خاصی واسه خودم آوردم که آره من فعالیتم قطع کردم، به خاطر یه چیزایی بود که واقعا بعضی چیزاش واقعا مزخرف بود. میدونم الان بگم مثلا میگی چه دلیل مزخرفی، چرا مثلا، ولی بعضی دلیل واقعا منطقی از نظر خودم، منطقی الان نظر شما رو نمیدونم. بریم سر وقت. چرا نبودم؟ سوال قشنگیه، ولی میدونم برای من زیادم کانالم اونقدر بالا نیست، ولی خب حالا اونایی که یه سوال دارن، اگه اونایی که تازه دارن ویدیو رو میبینن، من ویدیو پایین رو ببینید چقدر من بچه بودم، یعنی مثلا صدامو الان مقایسه کنید برگاتون میریزه. حالا اونایی که ویدیو دارن میبینن، قبلا ویدیو آمدین، آره میفهمن تغییر وارد صدام. یکی از دلایل مهمی که بود بلوغ بود، واقعا اذیت داشت شد، یعنی مثلا کلا توی چیز شخمی بود دیگه، پسر درک کنم چیز شخمی، حالا دیگه جای شخمی چیز دیگه، از شخمی هم شخمی تر بود، چون نه تکلیف صدات مشخص بود، نه تکلیف نمیدونم اصلا برای هیچ، فقط در حد داشت، یعنی من نمیتونستم فعالیت کنم دقیقا. یه جور صدا یه جوری بود، کلا به خاطر یه دلیلش بلوغ بود که پسرا قشنگ درک میکنن این قضیه رو. پس صورت مثلا میگم دیگه، حالا درک میکنه دیگه، اون چیزا رو نمیخوام بگم. دوم دلیلم بهتون بگم بچه بودنم بود. واقعا موقعا خیلی خوب کار کردم، یعنی واقعا مثلا توی یه ما 56 نزدیک ساب گرفتم توی یه ما کار که با 5-6 ویدیو اوکی داشت کار میشد. بچه بودم، اسم کردم، ایده ای نداشتم آقا، ایده ای نداشتم تو ذهنم، چه ایده ای نمیذاشت در حد ایده های مسخره ای که گیم پلی و اینا، چون من کار زیاد شاخ نمیتونستم اون بکنم، واقعا حقیقتا همینه دیگه. یعنی حتی میتونستم با پلی استیشن هم نمیدونم، حالا دیگه برید ببینید هست دیگه، ویدیو بگیرم که اونم زیاد، حالا نمیدونم شاید تو اون موقع زیاد اوکی نه. ولی خب الان برنامه‌مون چیه؟ برنامه ما خیلی مفرحه، شاد عالی گیم پلی هست، یعنی گیم پلی خفن. برای گیم پلی یه بازی واسهتون برام 0 تا 100 آموزش، اوکی، این لحاظش نگران نباشید. چرا الان تو آشپزخونه‌ام؟ اینم خیلی مهمه، سوال خیلی مهمه. گفتم اینجا خوبه دیگه، اینجا ویدیو بگیرم بهتره تا یه تو اتاق مثل قدیما من یه سپایه میذاشتم، برید ببینید پشتم یه کاغذیواری زرده، سپایه میذاشتم، دوربین اینجام بودم، میگم دیگه دلیل بلد نبودم اون موقع. من تو 2 سالی که هست دیدم از چند تا یوتیوبر، چند تا اونه که بالاخره دیدم که چجوری باید ویدیو بگیریم، چه سبکی باشه، اصلا کلا چجوری باید ویدیو بگیرم که خوب باشه. الان بازم بذار تو کات نیستم مثل اینکه اسم مثلا عقب‌تر دیدم، الان یاد گرفتم تقریبا، میدونم لاغر مثلا درستش اینه که مثلا الان من اینجا مثلا رو صندلی بشینم، دوربین سپایم هم کوچیکم اونجا باشه، میدونم دارم چیکار میکنم. اون موقع بچه بودم، من مثلا فکر کن این دیواره زرد است، دوربینو میذاشتم اینجا، اینجا بود داره ببینه، اصلا کلا از اینجا ببرم معلوم بود، کار اشتباهی بود از نظر خودم. تو الان شاید موقع کار درست، تا اون موقع کار درستی بوده. من قرار چیکار کنیم تو این کانالی که هستم؟ فقط گیم پلی بدیم به نظر من، نه نمیدونم ویدیو مختلف چالشی بذاریم، موافقم، من شما موافقید نه. یه چیزی که تو ایده تو فکرم اومده اینه که کلا 0 تا 100 کانالمون چیز بشه، مختلف بشه، یه بار چالش بذارم، یه بار نمیدونم چی بدون بگم چالش بذارم، یه بار گیم پلی بازی بذارم، حتی آموزش آشپزی هم واسهتون بذارم، آموزش هر چی نمیدونم، هر چی که بلدم بذارم. ایدم اینه، یعنی نمیخوام توی سبک خیلی مثلا گیم، چون من سبک که الان میخوام چیز کنم به کانال جدید بزنم، نمیتونم کانال جدیدم نزنم، اصلا من سبک گیم رو میخوام انجام بدم، باحاله گیم نه اون سری که مثلا
گیم بهتون معرفی کنم، چه گیم های موبایل هست، اندروید هست نیست، بازیش کنیم بخندیم. از ایدم هست، ویدیو هم میگیرم میذارم برای این ویدیو که آپلود چرا نمیدونم کی باشه، یعنی همین امروز که دارم میگم فکر کنم امشب بزنم ویدیو رو، به احتمال خیلی زیاد ویدیو رو میگیرم. یه ویدیو گیم پلی موبایل، ولی نمیتونم فلان پلی استیشن نمیتونم کاری کنم، دلیل داره. ان یکی دو هفته حالا تابستون انجام میدم، یعنی پلی استیشن چیز توپ میخوام بزنم. بذار بگم دیگه، حالا اگه میشه تو بیارم کابین ما گیم پلی 0 تا 100 جی تی ای وی، نظرتون چی؟ 0 تا 100، یعنی من یه اکانت جلو میزنم مثلا کلا آقا انا همین یه ایده اومد، یه اکانت جلو من میزنم 0 تا 100 بازی‌ها رو میرم جلو، یعنی هر بازی جی تی ای ردد رو اکانت هم اسمش میذارم یوتیوب، کیاش یه چیزی میذارم که مخصوص یوتیوب، اصلا به غیر از موقعی که میخوام ویدیو یوتیوب بگیرم میرم رو اکانت. به نظرم ایده خوبیه. این اولیش تصویب شد، اولین گیم پلی هم میگم من زیاد آنچه سورپرایز فلان حساب کنید، نه اولین ویدیوم جی تی ای بیه 0 تا 100 جی تی ای وی، میریم میخندیم، یه چیزی هم اونایی که نمیدونم بازم حالا بعید بدونم کسی جی تی ای وی مرحله‌اش نداره دیگه. و یه چیز خیلی جالب بگم، من تا 80% دارم تا الان کاملش نکردم 0 تا 100، باورتون میشه؟ یعنی آخرین درصد بالایی که بودم بچه بودم تو سن مثلا 13 14 سالگی داشتم بازی میکردم، مرحله‌اش میرفتم 13 14 نه دیگه خیلی پایین، 14 15 یا 14 15 سالگی، دقیقاً 15 سالگی بود. بخوایم بگم دقیقاً 14 15 بین 14 تا 17، یعنی 14 15 16 نبود جناب، 14 15 سالگی که بازی میکردم، مرحله‌اش میرفتم کامل تا 70% رفتم. چرا 70% دلم نمیاد دقیقاً تمومش کنم، چون یه چیزایی که بمونه به نظر من خیلی بهتره تا اینکه بعد بگی کاشکی من این چی، مثلا شما مثلا یه فیلم میبینید کاشکی من فیلمو نمیدم بهتون دوباره ببینم. من یه همچین حسی دارم که اصلا تمامش کنم یه جا. همین الانشم که بعضی مرحله میرم خاطرات تابستونی که میومدم، یا بعضیتون حسش میکنید دیگه، هر بازی که کردید اولین بار یا بازی که خیلی دوست داشتید. من جی تی ای واقعا خیلی دوست داشتم، از همون موقعی که پلی استیشن گرفتم من جی تی ای بازی میکردم 14 15 سالگی. واقعا یعنی سوالی که الان بازی مثلا بازی میکنم واقعا سوال اون موقع میاد اصلا یه جور میشه، اصلا عشق میکنم باشه با سوالش، هم ناراحت میشم میگم چقدر زود گذشت، ولی